بوکشلف چیه؟ باور کنید خودم تا دیروز نمیدونستم. اگر وارد منوی کریتیو بازیتون بشین همچین آیتمی به بازی اضافه شده به نام بوکشلف. میدونم اسمش چرته ولی خب ببینید دوستای من، توی بوکشلف میتونیم هر آیتمی رو قرار بدیم. مثلا من دوست دارم ردستون، دایموند، جون، امرالد قرار بدم. حالا جدا از شوخی در نظر بگیرید این یه دونه بوکشلف. اگر من بیام مثلا ردستون دستم باشه و روی بوکشلف کلیک کنم، ردستون میره توش. دایموند دستم باشه کلیک کنم، دایموند میره توش. امرالد دستم باشه کلیک کنم، امرالد میره توش. کلا همه چی میره توش ولی فقط ظرفیتش 3 تا. حالا اگر یه دونه لور بذارم کنارش و اون لور رو فعال کنم، دیوارهای بینش که چون چشات ضعیف بوده ندیدی از بین میره. و حالا چه فرقی داره اگر لور خاموش باشه و روی این با دست خالی ضربه بزنید، فقط یکی از آیتما میاد توی دستتون. ولی اگر لوری که حالا گذاشتین رو فعال کنید با یه بار ضربه زدن، کل اون 3 تا آیتم میاد توی دستتون. باور کنید خودم نمیدونم هنوز کاربردش چیه، ولی خب اگر خوشت اومد فالو کن چون به فالوت نیاز دارم. و خداحافظ.